در بخش قبلی دیدیم که ظاهر زیبای خودروهای برقی چه تاریک‌خانه‌ای از استخراج لیتیوم، انحصار چین و کار کودکان در کنگو رو در خودش مخفی کرده. حالا در این پارت می‌خوایم ببینیم تو این بازی میلیارد دلاری چه کسانی سودهای نجومی می‌برند، چه کسانی نابود میشن. آیا شرکت‌های بزرگ نفتی مثل اکسان موبیل نگرانند یا پمپ بنزین محله شما؟ و از همه مهمتر، آیا داستان خودروهای برقی قراره مثل رسوایی دیزل در بریتانیا با یک فاجعه تموم بشه؟ اعداد نهایی سازمان ملل درباره میزان تاثیر ایوی ها روی دمای کره زمین شما را شوکه خواهد کرد. ادامه ویدیو را از دست ندید. سوال بعدی اینه: چه صنایعی بیشترین سود را از ایوی ها میبرند؟ اولیش سازندگان باتری ها. این صنعت رشد انفجاری خواهد داشت. اگه فروش ایوی ها با همین روند پیش بره، طبق تحقیقات فقط برای تامین باتری ها به یک صنعت 60 میلیارد دلاری نیاز خواهد بود. دومیش سازندگان خود ایوی ها. مشخصاً تسلا و هر شرکت دیگه‌ای که ایوی میسازه، به همین دلیل که تسلا با وجود فروش تنها 1.9 میلیون خودرو ارزش بازاری نزدیک به 1 تریلیون دلار پیدا کرده. سومیش حمل و نقل عمومی. ناوگان اتوبوسرانی و عمومی باید برقی بشن چون هزینه نگهداری و استهلاک کمتری در بلند مدت دارند. چهارمیش تامین کنندگان برق و خدمات شهری. وقتی مردم شارژر ایوی در خونه نصب کنن، مصرف برق خونگی اونا به طور میانگین 2 برابر میشه. سوال بعدی: چه کسی از ایوی ها آسیب میبینه؟ خیلی‌ها میگن شرکت‌های بزرگ نفتی، اما حتی اگه خودروهای برقی کلاً بازار حمل و نقل رو تصرف کنند، اکسان موبیل انتظار تغییر چندانی تو مصرف جهانی نفت نداره. سخنگوی اکسان موبیل گفت اگه تمام خودروهای فروخته شده در سال 2025 برقی باشن و تا سال 2040 تمام خودروهای مسافربری جهان برقی بشن، تقاضای جهانی برای نفت و گاز همچنان برابر با تقاضای سال 2010 خواهد بود، چون نفت برای صنایع گوناگون و پتروشیمی شدیداً مورد نیازه. اما چه کسی ضربه میخوره؟ اون کسب و کار کوچیکی که صاحب پمپ بنزین سر کوچه شماست. اون فرانچایزای کوچیک و کسب و کارهای خرد ضربه واقعی را میخورن و به مرور زمان از بین میرن. و اما سوال جنجالی: آیا خودروهای برقی یک رسوایی دیزلی جدید در آستانه وقوعه؟ بیورن لومبرگ مقاله‌ای در دیلی میل با همین عنوان نوشت: آیا ماشین‌های برقی رسوایی دیزلی جدید هستند؟ او می‌نویسه شتاب بریتانیا برای دیزلی کردن خودروها رو یادتون میاد؟ 20 سال پیش گوردون براون وزیر مالی وقت سیستم مالیاتی جدیدی آورد که خودروها با دی اکسید کربن کمتر رو تشویق می‌کرد. دیزل سوخت بهینه‌تری بود و اونها دیزل رو سبزتر و ارزان‌تر معرفی کردند. در عرض 15 سال تعداد ماشین‌های دیزلی در بریتانیا 4 برابر شد. اما بعداً چه چیزی کشف شد؟ چیزی که مقامات و صنعت خودرو میدونستن اما پنهان میکردن. ماشین‌های دیزلی آلاینده‌های بسیار خطرناکتری مثل اکسید نیتروژن و ذرات معلقی تولید میکردند که مستقیماً باعث بیماری‌های تنفسی، قلبی، سرطان ریه و هزاران مرگ زودرس شد. بریتانیا تنها نبود. همه دولت‌های ثروتمند همین سیاست اشتباه و دنبال کردند. درس این داستان چیه؟ هیچ کدوم از ما نمیدونیم این تصمیم واقعا جواب میده یا نه. اونا 20 سال پیش روی دیزل شرط‌بندی کردن و 20 سال بعد فهمیدن فاجعه بوده. در حالی که در آمریکا خودروها 4.6% دیزلی هستن. در اروپا 50% خودروها دیزلی بودن، یعنی 10 برابر آمریکا. اونا همگی روی دیزل شرط بستن و شکست خوردن. حالا ببینید آژانس بین‌المللی انرژی درباره مسیر فعلی ایوی ها چی میگه. IEA برآورد کرده که اگه تمام کشورهای جهان به اهداف بسیار جاه طلبانه خودشون در افزایش خودروهای برقی برسند، میزان گاز CO2 در این دهه به میزان 235 میلیون تن کاهش پیدا میکنه. خب این یعنی چی؟ بر اساس مدل استاندارد پنل اقلیمی سازمان ملل، این حجم کاهش دمای کره زمین رو تا پایان این بند تنها به میزان 0.1 درجه سانتیگراد کاهش میده. آیا واقعا این همه هزینه تخریب زمین و کار کودکان ارزش 0.1 درجه رو داره؟ خیلی مشتاقم نظرتون رو بدونم. اگه از این دست محتواها خوشتون میاد لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. جهت دریافت PDF کامل این مباحث روی لینک کلیک کنید و اگه ویدیوی تعبیرات اقلیمی، افسانه یا واقعیت ندیدید حتما تماشا کنید. مواظب خودتون باشید. خداحافظ.